عزیز اینک باز فرصت رسید که با شما باشم. پیش از آن که به کارمان شروع نماییم من از شما پرسیدنی میخواهم. رمزهای جمهوری تاجیکستان کدام هایند؟ آفرین، بله، رمزهای جمهوری تاجیکستان پرچم، نشان و سرود ملی می باشد. اینک به کارمان شروع میکنیم. امروز من تصمیم گرفتم که بخشیده به روز پرچم از سبزوات‌ها و خورش‌ها پرچم آماده نمایم. اگر شما آماده باشید من هم آماده هستم. آغاز میکنیم. امروز برای عمل ما لازم می شود پمیدور، بادرنگ، پیاز، لبلبوی پخته شده، برنج پخته شده، نخود سبز. اینچنین به ما در کار می شود خندق و مایونز. اکنون به عمل ما شروع میکنیم. من خورش‌های خوردنی باب را آماده میکنم. اول بیایید از چیزهای پخته شده آماده میکنیم. پیش از برنامه آغاز شدن من با مادرم لبلبو را پخته از ترشک گذرانیدیم. برنج را هم پیشکی آماده نمودیم. اکنون من خورش امروزه را برایتان پیشکش میکنم. از لبلبو آغاز میکنیم. اکنون برنج رو میگذاریم. انا همینطور. اکنون راست میکنیم. انا بینید شکلش دیگر شد. پورتر میکنیم. انا بینید رنگ دیگر گرفت. اما عملی ما ناپوره است. اکنون با مایونز آن را هوشیار میکشیم. مایونز را گرفته در داخل صرفان میگذاریم. اما همینطور مایونز را گرفتیم. اکنون هوشیار میگذاریم. اکنون این طرف رو میکنیم. انا هوشیار ما آماده شد. اکنون ستاره و تاجش را از خندق آماده میکنیم. خیلی کار نازک است، احتیاط کنید گذاشتن در کار. اکنون عملی یکممان آماده شد. از سبزوات‌های تر و تازه دویم پرچممون را آماده میکنیم. از پمیدور آغاز میکنیم.
بگذاریم و پیاز. پیاز رو هم قطار کرده میگذاریم. پیاز هم سبزیجاتی خیلی فایده آور است. شما می توانید در فصل تیر ماه پیاز خام را بسیارتر استعمال کنید. پیاز خام و بیماری زکام خیلی فایده آور می باشد. اکنون با همین طرز بادرنگ را می گذاریم. اگر خواهید با طعم خود به بالایش نمک چشید، اما من شوری را بسیار دوست نمی‌دارم. بنابراین من نمک را استفاده نمیبرم. آیا شما میدانید شوری زیاد به سلامتی خیلی ضرر دارد؟ کوشش کنید که کم نمک خورید. اکنون عملهای ما به آخر رسید. می توانید خوبتر ببینید. بخشیده به روز پرچم من یک شعر میگویم. با دقت گوش کنید. شاید که شما هم دانید پرچم خوش رنگی ما، جلوه‌ات شادی فضا، ما سوی فردا رویم تحت تو ای رهنما. رنگی بسا سرخ تو لایق صد گفتگو، رنگی دفاعی وطن عاملی بختی نکو. رنگ سفیدت خوشا هست چون صبحی صفا، مثل دلی تاجیک است رفشان و آیین نسا. سبز چون تازه بهار، رنگ خوشی رو بهار، منزلی آبادی ماست سول در آن پایدار. شما همین شعرچه را میدونید؟ باوری دارم که شما میدونید. اکنون درباره لبلبو معلومات‌های ما را گوش کنید. در ترکیب لبلبو 75% آب، 1.5% سفیدت، ساکاروزا، فروکتوزا، گلوکوزا موجود بوده. مقدار ساکاروزا 95% را تشکیل می‌دهد. اینچنین ترکیب آن کسلات‌های ارگانیکی و ویتامین‌های گروه B را درست. در طب معاصر لبلبو را چون غذای پرهیزی و بیماران کمخونی، بیماری‌های دل و رگ‌های خونگرد پیشنهاد می‌کنند. لبلبو همچون غذا خوراکی بالازد میباشد. آن را در آشخانه‌های جهانی خیلی وسیع استفاده میبرند. از آن خوراک و خورش‌های زیاد آماده میکنند. خواهشمندان لبلبو در جهان بیشمارند. حتی کودکان و نورسان خوردن لبلبو را خیلی دوست می‌دارند. یک چند مصلحت دارم برای شما. خورش‌های ما آماده شدن. من برای دسترخوان بردن میمونم. پیش از بردن من با شما خیر و خوش میکنم. من وعده میدهم که در برنامه‌های آینده باز به شما چند نمود خورش‌های با مزه را آماده نمایم. خیر تا برنامه‌های آینده مرا پذیرا شوید.